هزاران نفر در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا با راهپیمایی مخالفت خود را به یک توافق سیاسی نشان دادند که در صورت تصدیق مقیاس استفاده زبان آلبانی را در کشور وسیع می‌کند. مسئله زبان یک پیش‌شرط سازش میان حزب سوسیال دموکرات و احزاب سیاسی آلبانی تباران در مکدونیا است. در صورت سازش دو طرف می توانند حکومت ائتلافی تشکیل دهند. تظاهرگران با راهپیمایی به سمت بنای پارلمان سرود ملی مکدونیا را می خواندند و شعار می دادند که مخالف دو زبانی هستند. به گفته مخالفان در صورت توافق سیاسی با احزاب آلبانی تباران مکدونیا می تواند به کشور فدرالی تبدیل یابد و از بین برود.